بعدها علاوه بر انتصابات معمولی مدیران، خبرهایی به گوشمون میرسه از رشد انتصابات فامیلی، از فامیل‌های نزدیک گرفته تا فامیل‌های دور. اسم تو فامیلم هست؟ نه اسمم چی شده؟ چی میگی؟ اسمم فامیلم هست؟ اسمم فامیلم دور. حالا بماند دیگه پست آقای خواهرزاده و اون یکی خواهرزاده و آقای پسرعمه و برادر و پسرعمو و بماند. بابا این پسرعمومه، این پاره جگرنه. من بهش میگم برو بیرون. این هفته پس از چندین نوبت رفت و برگشت وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس و رأی اعتماد نگرفتنشون از مجلس که خود مجلسی ها رو هم خسته کرده بود، بالاخره بخت جوونا و ورزشکارا هم باز شد و صاحب وزیر شدن. مجلس به جناب آقای دکتر گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد داد. برای ایشون آرزوی توفیق می‌کنیم در این مسئولیت مهم. البته نماینده موافق گودرزی فکر کرده بود مشکل وزرای رأی اعتماد نگرفته قبلی از اضافه وزنشون بوده. واقعا از لحاظ فیزیک بدنی هم نگاه کنید جناب آقای گودرزی 1 کیلو چربی اضافه نداره که 200 گرم هم تو این یه هفته دوندگی داشتن. بنابراین هم بود ظاهر هم باطن استفاده کردن و یکی هم نبود که بگه داستان رأی نیاوردن وزرای پیشنهادی قبلی به خاطر نقششون تو فتنه و خیلی از مشکلات دیگه بوده. وگرنه اگه به چربیه پس به نظر ما حساس نشوی یا اصلا رأی گودرزی به خاطر ریش پروفسوریش و همراهیش بوده.